بایزید بسطامی که با القاب چون سلطان العارفین شناخته می شود که از برجسته ترین صوفیان قرن سوم هجری بود. او نه تنها بر عرفان اسلامی تاثیر گذاشت بلکه نامش تا امروز در ادبیات و فلسفه عرفانی زنده مانده است. در این ویدیو سفری خواهیم داشت بر زندگی او. بایزید بسطامی در سال 188 میلادی یا هم 798 میلادی در شهر بسطام در شمال ایران به دنیا آمد. خانواده او از پیروان زهد و دیانت بودند. مادرش نقش مهمی در تربیت عرفانی بایزید داشت و او را از کودکی به عبادت و پاکی توصیه می کرد. بایزید به دنبال حقیقت در علوم دینی و عرفانی از محضر علمای زمان خود بهره گرفت. او به مکتب‌های مختلف سفر کرد و بسیاری از بزرگان را ملاقات نمود. بایزید بسطامی از همان ابتدا عاشق عبادت بود. او ساعتها در شب به نماز می ایستاد و روزها را به روزه‌داری می گذراند. بایزید یکی از نخستین صوفیان است که به عرفان مبتنی بر عشق الهی و فنا در خدا تاکید داشت. او مفاهیم مانند فنا و بقا را به اوج رساند. فنا به معنای نابودی کامل خود در برابر خدا. بایزید می گفت تا زمانی که انسان وجود خود را از میان نبرد نمی تواند به حقیقت خداوند دست یابد. یکی از مشهورترین آموزه های بایزید این است: برای رسیدن به خدا باید نفس را قربانی کرد، چرا که نفس حجاب میان بنده و پروردگار است. نمونه از سخنان بایزید بسطامی: 30 سال خدا را می جستم، اما دریافتم که او بود که مرا می جست. آن کس که خدا را یافت از دنیا و ما فیها جدا شد. او همچنان از نخستین کسانی بود که اصطلاحات و مفاهیم عرفانی را در قالب واژگان ساده بیان کرد، به طوری که بعدها اساس تصوف اسلامی شد. زندگی بایزید پر از داستان‌ها و کرامت‌هایی است که بر جایگاهی ویژه او تاکید می‌کند. برخی از این داستان‌ها عبارتند است: سفر به عرش. در برخی از نقل‌ها آمده است که بایزید در حال مکاشفه به عرش الهی برده شد. او خود این تجربه را چنین توصیف می‌کند: چون به عرش رسیدم گفتم خدایا مرا نزد خود راه ده. ندا آمد که بایزید اینجا جای تو نیست، برو و در میان مردم خدمت کن. احترام به مادر. یکی از دلایل موفقیت معنوی بایزید احترام او به مادرش بود. روایت شده که او تمام شب را کنار بستر مادرش بیدار می‌ماند تا اگر مادرش آب خواست فوراً برای او بیاورد. این عمل باعث شد که مادرش برای او کند و بایزید به مقام والای عرفانی برسد. روایت است که وقتی بایزید از جنگل می‌گذشت حیوانات وحشی به دور او حلقه می‌زدند، اما هیچ کدام به او آسیبی نمی‌رساندند. این نشانه از صفای باطن او و ارتباطش با خداوند بود. بایزید بسطامی نه تنها در زمان خود بلکه برای نسل‌های بعدی نیز الهام بخش بود. آموزه‌های او تأثیر عمیقی بر بزرگان صوفیه مانند ابوالحسن غرقانی، مولانا و ابن عربی داشت. مکتب بایزید تصوف عاشقانه ای را معرفی کرد که بر عشق الهی، اخلاص و فنا تاکید دارد. ابوالحسن غرقانی یکی از شاگردان معنوی او جمله معروف دارد: هر کس به خانه من آمد نانش دهید و از ایمانش نپرسید، چرا که کسی که نزد خدا جان دارد نزد بایزید نان دارد. آرامگاه بایزید در شهر بسطام سمنان ایران قرار دارد و یکی از مراکز زیارتی مهم صوفیان است. این آرامگاه به سبک معماری ساده و عارفانه ساخته شده است و نمادی از زهد و بی‌تعلقی او به دنیا محسوب می شود.
بایزید بسطامی نمونه از انسانی است که تمام زندگی خود را وقف رسیدن به حقیقت و عشق الهی کرد. آموزه ها و داستان های او همچنان الهام بخش میلیون ها نفر در سراسر جهان است. اگر به دنبال آرامش و معنویت هستید، تعالیم او همچنان راهگشاست. برای اطلاعات بیشتر ویدیوهای دیگر ما را تماشا کنید و نظریاتتان را با ما به اشتراک بگذارید.